دوستان عزیز سلام. با مینی دوره مفهوم برنامه‌نویسی از مرکز تخصصی آموزش هوش مصنوعی هوش افزار در خدمت شما عزیزان هستم. در این قسمت می‌خوایم با هم یک مثال اجرا کنیم. فرض کنید که برنامه از ما خواسته که پول و عرض یک مستطیل رو دریافت کنم و محیط و مساحت اون رو محاسبه و چاپ کنم. طبق مفاهیم برنامه‌نویسی ما گفتیم که یک سری داده داریم که در این مثال طول و عرض مستطیله و یک سری خواسته داریم که خواسته ما محاسبه محیط و مساحته. پس ما میخوایم از طول و عرض برسیم به محیط و مساحت. شروع کنیم به برنامه نویسی کردن. اولین قدمی که باید انجام بدیم اینه که طول و عرض مستطیل رو از کاربر دریافت کنیم. پس مرحله اول میشه دریافت طول از کاربر. خیلی خوب، وقتی که ما طول رو دریافت کردیم این عدد که به عنوان طول مستطیل هست وارد سیستم برنامه نویسی ما میشه و ممکنه توی این فضای برنامه نویسی گم بشه. پس این رو توی یک ظرف قرار میدیم و یک لیبل هم روی اون قرار میدیم تا محفوظ باشه. پس من برای این می نویسم دریافت طول از کاربر و ذخیره در متغیر A. مرحله بعدی دریافت عرض مستطیل از کاربر و ذخیره اون در متغیر B. الان من قسمت داده های برنامه رو تکمیل کردم. بریم محاسباتی انجام بدیم که به خواسته برسیم. برای محاسبه مساحت کافی ما طول رو ضرب در عرض کنیم و توی مرحله سوم اون رو بنویسیم. و برای محاسبه محیط کافیه طول رو به اضافه عرض کنیم، نتیجه رو ضرب در 2 کنیم و اون رو توی مرحله 4 بنویسیمش. توی مرحله 5 میتونیم بیایم چاپ کنیم، چاپ محتوای اریا که اسم یک متغیرمونه و همچنین چاپ محتوای پریمتر. خیلی خوب، پس برنامه ما تموم شد. اگر که ما در ابتدای شروع برنامه یک مرحله شروع اضافه کنیم و در انتهای برنامه هم مرحله پایان رو اضافه کنم، این روش رو بهش الگوریتم میگن و ما عملاً اولین الگوریتممون رو برای یک برنامه نوشتیم. الگوریتم چیه؟ الگوریتم شرح مرحله به مرحله یک برنامه‌ایه که ما را از داده های برنامه به خواسته های برنامه میرسونه و طبق تعریفی که قبلا کردیم سعی میکنه این کار با کمترین هزینه باشه. حتما با مرحله شروع آغاز میشه و مرحله انتهایی اون مرحله پایانه و باید اون رو به سبکی خیلی شفاف و گام به گام بنویسیم. مهمترین بخش برای هر برنامه نوشتن الگوریتم مناسبه. الگوریتم مناسب به ما کمک میکنه که ذهن ما سمت این بره که دقیقاً پله پله و مرحله مرحله قراره چی کار بکنیم. اگر این رو ما برای خودمون خوب حلاجی کنیم و بدونیم دقیقاً مسیر ما از کجا به کجاست و توی هر مرحله چه اتفاقاتی میفته، خیلی راحت میتونیم برای اون برنامه مناسب بنویسیم. الگوریتم نویسی هنر بزرگ برنامه نویسیه. اگر کسی بتونه خوب الگوریتم بنویسه، حتی اگه زبان برنامه نویسی خاصی هم بلد نباشه، میتونه راحت تر یک برنامه نویس موفق بشه. اما اگر کسی زبانهای برنامه نویسی مختلفی رو یاد گرفته باشه اما هنوز الگوریتم نویسی رو بلد نباشه، قطعاً برنامه نویس خوبی نخواهد بود. پس الگوریتم نویسی رو بهش دقت کنید. متشکرم، همراه ما باشید.